با شروع بارش‌ها در کوچه‌های دهه حسن‌آباد نویه رودکی رفتار ماشین‌ها قطع می‌شود و مردم این دهه اصلاً به آب دسترسی ندارند و اساساً طریق ماشین‌ها آب را به خانه‌هایشان می‌رساندند و دسترسی به آب نداشتن و همچنین قطع شدن رفتن ماشین‌ها باعث آن شده است که در این فصل مردم این دهه به آب باران و برف امید ببندند. مستانه محمداللهی‌وا ба ривази 2500 сомонӣ зарфи 2.5 тонагӣ харида дар он об захира мекунад. ин миқдор об барои хонаводаи иборат аз 4 нафараи ӯ як моҳ кофӣ аст. барфи аввал ҳадди аққал мушкили харидани обро барояш осон кард. агар вақте ки борон барф бас шава раҳо қоқ боша чӣ мекунанд? мошин меояд ана як мошинша 90 сум 100 сум мегирем 6 дона бушко пир мешава. сател бо ҷогои дигара пир карда мегирем. дар деҳаи ҳасанобод манзиле нест ки аз усули оддии ҷамъовардани оби барфу борони боми манзилаш истифода накунад. обҳои начандон тозаро барои чорпо ҷамъ меоранд. ذخیره کردن آب کاری مشکل نیست. ساکنان این دهه چند متر لوله پلاستیکی را به بام مستحکم میکنند و وقتی که برف آب میشود طریق ناودان ها به توسط این لوله به پایان میریزد، یعنی به چنین ظرف ها. بعد از چند بارشات وقتی بام خانه ها تازه می شود، این لوله ها مستقیما به این آبانبار پیوست کرده می شود و آبی که می آید مستقیما به این آبانبار می ریزد. طالب یوسفوف در 5 سال اخیر چند دفعه با راننده‌های ماشین‌های آبکش دست به گریبان شده است. سبب جنجالشان هم آب آلوده است که برای استعمال می‌آوردند. تابستان شود این عذاب این بوچکه زنگ میزنه. ای دریا میاره او یک روز این سال تابستان آوردن درون حمیده من یک چمچق همی گندشک مردگی را یافتم. انا همه او با منا میپرسویم ما همون رو میخریم برای که با 80 سال میگه او شوفیر بگو میگه من کارم چیه میگه آوردم میگه تمام سولفا شدگیم هممون کسر شدگیم یک مشت است که من خودم سولفا شدگیم وفشی نمیروم. نزدیک 10 سال است که حدودی 100 خانواده دهه حسن‌آباد نویه رودکی چنین مشکلی سنگینی دسترسی به آب دارند. در هر خانواده نه کمتر از 4 یا 5 نفر زندگی میکنند. اما مسئولین دهه میگویند تلاش‌های آبرسانیشان به ساکنان تاکنون ناموفق بود. همین دهه خیلی مونده در او طرف کوچه تاجدین گفتنی شخص آیا از زمین کند آب برآورد با چخوری 96 متر. شخصا من خودم رفتم قطعی همون آدم که در حالش بردگی مصلحت کردم گفتیم که همین اهالی را همش آب دادن در کار. او کس نه نگفتن گفتن که خیلی من میبرارم آب باش نمیکنم که قطعی خال مصلحت کنید هر یک کوچه‌تون را یک وعده پریوتی کشم برن. اما انتظاریم که همون آدم باش نشه میکند. با تشبث جانب تاجیکستان سال 2003 سال آب تازه اعلان شده بود. همچنین با اقدام تاجیکستان سازمان ملل متحد سالهای 2005-2015 را 10 ساله آب برای حیات اعلان کرد و برای 10 سال دیگر هم تمدید نمود. در حالی که 20 کیلومتر جنوبتر از پایتخت تاجیکستان مردم دهه حسن‌آباد تقریباً 10 سال است آب را می نوشند که برای حیات انسان خطرزاست.